در 7 سال آینده در بخش اقتصادی به 3 وظیفه اساسی برای بلند برداشتن گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصاد ملی، تامین نمودن رشد استوار، افزایش دادن حصه طبقه میانه اهالی و رسیدن به سطح رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای درآمدشان میانه افضلیت داده می شود. در این روند توسط صنعت و کنونی با صورت کشور صفت رشد اقتصادی ملی تامین گردیده، دستگیری صاحبکاری و سرمایه گذاری گسترش داده می شود. در 7 سال آینده ما باید افزایش حجم مجموع محصولات داخلی کشور را تا 2 برابر و حصه طبقه میانه اهالی را به 45% رسانیده، سطح کمبیزاتی را تا 15% کاهش